این بازی رو هیچ وقت نباید شب انجام بدی. بازی به اسم در قرمز در زرد که برای انجام دادنش به 3 الی 5 نفر نیاز داره. یه نفر بازی میکنه، یه نفر راهنما و اون 3 نفر هم تماشاچی. بازی اینجوری شروع میشه که راهنما میشینه روی زمین و بازیکن سرش رو میذاره روی پای راهنما و دراز میکشه، مثل دقیقاً کاری که ما انجام دادیم. بازیکن دستای خودش رو بالا میاره و راهنما شروع میکنه به ماساژ دادن بغلای سرش. همه باید با هم بگن در قرمز در زرد تا وقتی که بازیکن احساس میکنه وارد یه دنیای جدید میشه و کم کم دستای خودش رو از بالا به پایین میاره و اینجوریه که تازه بازی شروع میشه و بازیکن شروع میکنه به راه رفتن توی این دنیای عجیب و غریب و راهنما ازش سوال میپرسه و اونو هدایتش میکنه. رفقا این بازی اینقدرام ساده نیست و یه سری قوانین داره. اگه داخل یه اتاق بودی یا گیر کرده بودی، سعی کن سریعا از خواب بیدار بشی، چون که اونجا موندگار میشی. از ساعت‌ها دوری کن، چون که میتونه تو رو همونجا حبس کنه. میگن اگه اونجا بمیری توی دنیای واقعی هم میمیری. اگه آدم دیدی فرار کن، چون اونا به تو نیاز دارن که وارد جسمت بشن. و ترسناکترین بخش بازی، اگه یک مرد با لباس کت و شلوار دیدی، سریعا از اونجا خارج شو یا راهنما باید سریع تو رو از خواب خارج کنه، وگرنه همونجا گرفتار میشی. این بازی رو میتونین توی خونه هاتون انجام بدین، ولی ما هم انجامش دادیم. میتونین ویدیو ما رو ببینید و خودتون ببینید که از چه قراره این بازی.